سلام به همه. امروز قرار بریم سراغ یکی از جنجالی ترین اتفاقات تاریخ نظامی قرن 21. روزی که ایران موفق شد پهپاد فوق سری آمریکا RQ-170 رو زنده و سالم شکار کنه. اما یک فقط یه شکار معمولی نبود. پشت این اتفاق یه راز بزرگ پنهانه. راز یه نبرد خاموش بین مغزهای الکترونیکی. سال 2011 یه پرنده بی صدا در ارتفاع بالا از مرز شرقی ایران عبور کرد. بدنش از جنس مواد پنهانکار مجهز به سیستم‌های جاسوسی، دوربین‌های حرارتی و ارتباط ماهواره‌ای رمزگذاری شده. آمریکا بهش میگفت سنتینل یا همون نگهبان. قرار بود از تأسیسات هسته‌ای ایران عکس برداری کنه، اما چند دقیقه بعد کنترلش از دست رفت و درست روی خاک ایران فرود اومد. اونم بدون حتی شلیک یک گلوله. اینجا بود که سوال بزرگ دنیا شکل گرفت. چطور ایران تونست یکی از سری ترین پهپادهای آمریکایی رو بدون آسیب به زمین بنشونه؟ پاسخ رسمی ایران فقط یک جمله بود: با حمله الکترونیکی و هدایت دقیق اون رو به فرود وادار کردیم. اما پشت این جمله ساده یک عملیات پیچیده سایبری پنهان بود. راز اول مربوط میشه به GPS اسپوفینگ یا همون فریب سیگنال GPS. ایران تونسته بود سیگنال های ماهواره‌ای پهپاد رو جعل کنه. پهپاد فکر میکرد داره به پایگاه خودش تو افغانستان برمیگرده، در حالی که داشت روی باندی خیالی تو شرق ایران فرود میومد. یعنی مغزشو با داده‌های اشتباه گول زدن، هوشمندانه، تمیز و بدون شلیک حتی یک تیر. اما یه راز دیگه هم وجود داشت. سیستم ارتباطی RQ-170 از طریق دیتا لینک به اپراتور وصل بود. وقتی ایران اون لینک رو قطع یا مختل کرد، پهپاد به حالت امن رفت و تصمیم گرفت خودکار به خونه برگرده. ولی خونه‌ای که فکر می‌کرد در افغانستان در واقع یه باند ایرانی بود و این یعنی عملیات با موفقیت تمام شد. وقتی تلویزیون ایران تصاویر این پرنده رو نشون داد، دنیا شوکه شد. کاملا سالم بود، نه منفجر شده نه سوخته. کارشناسان آمریکایی گفتن این اتفاق یک فاجعه اطلاعاتیه، چون تکنولوژی پنهانکاری و جاسوسیشون حالا تو دست ایران بود. بعد از اون مهندسان ایرانی دست به کار شدن، پهپاد رو باز کردن، بررسیش کردن و با مهندسی معکوس نسخه ایرانیشو ساختن، شاهد 171 و بعد از اون صاعقه. پهپادهایی که بعدها توی رزمایش‌ها و مأموریت‌های واقعی هم دیده شدن. در واقع شکار RQ-170 نقطه تولد نسل جدید پهپادهای ایرانی بود. حالا بعد از سالها هنوزم یه سوال بی جواب مونده: آیا واقعا ایران با تکنولوژی خودش این کارو کرد یا کمک‌هایی از روسیه و چین گرفته بود؟ هرچی که بوده یه چیز واضحه: اون روز پرنده‌ای که قرار بود ایران رو زیر نظر بگیره خودش تبدیل شد به معلم مهندسان ایرانی. به نظرت واقعا ایران تونست این پهپاد رو هک کنه یا فقط شانس آورد که کنترلش از دست آمریکا خارج شد؟ نظرتو این پایین بنویس و اگر از داستان‌های مرموز نظامی خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی. تا ویدیوی بعد شما رو به یزدان پاک می‌سپارم.